به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما علاقه‌مندان به دنیای برنامه‌نویسی. من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با دومین جلسه از دوره آموزشی استریملیت از طریق کانال آموزشی وی آر اف ادویکیشن میهمان شما خواهم بود. امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره. در جلسه گذشته یک دمو کلی از استریملیت و قابلیت‌هایی که میتونه برای ما فراهم کنه رو با هم دیدیم. و امروز می‌خوام بریم سر وقت اینکه چطور اون رو ستاپ کنیم، چطور اون کامند لاینش رو استفاده کنیم و یک لوکال سرور برای خودمون ایجاد کنیم و اولین یو آی مون رو در استریملیت ایجاد کنیم. یو آی امروز خیلی ساده است و بیشتر به بررسی نحوه استفاده از متد رایت برای ایجاد تکست های ساده در قسمت های مختلف یو آی مون میپردازه. همچنین ما از این متد رایت میتونیم برای رایت کردن هر نوع دیتا تایپی در محیط استریملیت استفاده کنیم که حالا اونها رو با هم مشاهده خواهیم کرد. بریم به محیط وی اس کد و ببینیم که چطور کار رو باید شروع کنیم. خب بیایم به وی اس کد و ببینیم که استریملیت برای ما چی داره. خب گفتیم که امروز فقط میخوام در رابطه با نحوه ارسال خروجی متنی به مرور و اینکه اصلا چطور با استریملیت کار کنیم صحبت کنیم. استریملیت هم دقیقاً مثل هر لایبرری دیگه توی دنیا پایتون بچه‌ها نصبش کنید. خب اول از هر چیز ملزومات هم پایتون هستش دیگه. پایتون داش ورژن و طبق ملزوماتی که هست از نسخه 3.7 باید بالاتر باشه که خب حالا مال ما هستش. بعد میگیم پیپ اینستال استریملیت حالا این نصب میشه چون من نصب دارم دیگه نصبش نمی‌کنم و وقتی پیپ فریز رو بزنید می‌بینید که همراه خودش یه تعداد لایبرری دیگه هم نصب کرده که خب حتما نیاز داره دیگه با توجه به خدمتی که می‌خواد ما بکنه اینو چجوریش نصب کنه. خب وقتی که نصب شده میایم توی کد حالا پایتونمون اول از همه ایمپورت می‌کنیم ایمپورت استریملیت as st نیم as st نیم بهش میدیم و یه نکته بچه‌ها یادم رفت اینجا وقتی که نصب کنید یه چیز بهتون میده کامند یه حالا کامندی بهتون میده اینجا که استریملیت ورژن نسخه نصبی که حالا 1.41 هستش رو ما داریم اینجا. خب من استری رو گرفتم. برای بچه‌ها خروجی گرفتن متنی ما یه متد داریم که مثل پرینت خود پایتون همه کاره هستش st.write این هر چی بهش بدین یه کار براتون میکنه. خب ما طبق عرف معروف هلو ورلد رو بین میدیم یا یه هلو ورلد من دارم. اینو چجوری رانش کنیم؟ دیگه از پایتون استفاده نمی‌کنیم. استریملیت run session1.py خب اینترو میزنیم. استریملیت بچه‌ها یه لوکال سرور برای من ران میکنه و این همینجور در حال ران میمونه چرخش در حال اجراست. چرا؟ حال خدمتتون. خب خروج من هم بچه‌ها صفحه وب به این صورت دال نشون میده ولی من میخوام این مقداری کوچیک‌ترش کنم دو تا کد و صفحه رو کنار هم بزنم نخوام اینشون جابجا بشن. خب این صفحه مرورگرمون رو خب اینم خیلی قلقیه کوچیک کردن شکم بزرگ شد بیاریمش این برتر ایشون رو یه مقدار کوچیک کنیم تا اینجا یکم بیارش تو صفحه دوباره. خب یه نکته داره. خب من وقتی که تغییر میدم مثلا میام 3 تا علامت تعجب اینجا میذارم سیف که میکنم این بالا یه اخطاری به من میده حال کار نداریم ما میتونیم چون سرورانی یه بار دیگه رفرش کنیم دستی خودمون ببینید که اون چند تا برای من آورد. اگه من اینو کم کنم ستا رو بعدم و مثلا اسم خودم بذارم سیو کنم مجدد میاره یا این سورس چنج شد هات ریلود داره بچه‌ها عملا میتونیم ریران رو بزنیم یا آلویز ریران رو بزنیم. اگه آلویز ریران رو بزنم هر بار دیگه تغییر من به سرور اعمال کنم این روی صفحه برای من نمایان میشه. خب پس این اولین فیچر باحال کولش هست. هی نمیخواد چیز کنید به حساباً هی رفرش کنید ریست کنید کار این تیپی رو نمیخواد انجام. نکته بعدی اینه که گفتیم این تابل رایت مثل پرینت هستش یعنی شما هر چیزی بدین به این یه کار براتون میکنه و متناسب با اون و این نکته باحالش اینه. مثلا حالا متغیر متنی که داریم بچه‌ها من اگه عدد بدم میگم st.write مثلا 123 عددها رو به این فرمت با یه رنگ متفاوت از متن می‌نویسه برای من. بعد میتونم مثلا متغیر لیست بدیم من یه LST تعریف می‌کنم مساوی با مثلا 1 و 2 و 3 و وحید بعد میگم که آقا بیا st.write کن LST رو برای من. خب رفرش می‌کنیم و می‌بینید یک لیست مانند قابلیت جمع شدن و باز شدن داره و حتی قابلیت کپی کردن که آقا این دیتاها الان کپی شد تو کلیپ بورد یعنی من اگه اینجا بیام پیست کنم همون رو من میده. جای دیگه می‌خواید استفاده کنید اینو به شما راحت میده و اندیس ها رو هم کنارش میذاره یا حالا هر کدوم تکی میتونید کپی کنید. این فیچر باحالش هست. و این نکته دیگه که داره بچه‌ها اصلا من میتونم اینجا LST رو خودش رو تایپ کنم. خب LST رو میذارم و همون رو برای من چاپ کرد. اما معمولا ریکامند میشه که از st.write استفاده کنیم که بدونیم این داره برای استریملیت کار میکنه.
خب اگه دیکشنری بدم چطور؟ ما میگیم که یه دونه دیکشنری میخوایم تعریف کنیم، دیکت وان مصاحبه. خب یه دونه مثلا نیم میدم بهش وحید، یه دونه ایج میدم، عددی میدیم مثلا 38 سیف و بعدم میگیم st.write dict. خب دقیقا دیکشنری من رو همون نوتیشنی که هست به صورت براکتی و کی ولیو به من نشون میده. اینجا دوباره هر کدوم کلش رو میتونید کپی کنید. حتی اگه اینها نستد هم باشند همون کار رو انجام میده. من اگه بچه‌ها یه دونه آماده کردم اینجا، میگم که اینو بردار، یه داپلیکیت میکنیم و اینجا میگم که بیا دیتا رو چاپ کن. یک لیستی هست، یه دیکشنری هست که درایه هاش لیستن، پس اونها رو میاد به صورت دیکشنری و بعد ولیو ها رو به صورت لیستی برای من چاپ میکنه. خب این تا اینجای کار. اینم بدیم پایین، اینو دیگه فعلا کاری باش نداریم، جا باز نمیشه. حالا یه سری مارکاپ ها بچه‌ها ما داریم، میتونیم با استریپ.write یکم نوشته ها رو تغییر بدیم. مثلا اگه میخوایم یه هدینگ بنویسین، یه راهکاری که st.write کن. حالا مثلا من دارم this is heading اینو که می‌نویسیم اینجا میذاره تکست عادیه، مثلا اون هلو وردی که بالا داشتیم. اینا رو من کلاپس کنم. این دیپلوی بچه‌ها حالا بعداً چیز باحالی بعداً صحبت می‌کنم درش. حالا من اگه اینجا بچه‌ها بیام 3 تا علامت همون هشتگ یا پاوند بذارم، سیو کنم، این تبدیل به هدینگ میشه، عنوان میشه برای من. حالا همین رو داپلیکیت کنم، میگم this is، میخوام این متن بولد بنویسم. برای متن بولد باید بیاین 2 تا ستاره ابتدا و انتهای رشته‌مو قرار بدیم. اینا فعلا کامنت کنیم، نمیخوامش. سیو. پس این متن بولد، حالا اگه اینا رو من بردارم ببینید که اون بولدیش از بین میره و اینجا بولد میشه. برای ایتالیک کردن چطور؟ ایتالیک کردن بچه‌ها یه ستاره و بعد چسبیدن باشه به هم دیگه، دقت کنید. این ستاره رو میذاریم میچسبونید و بعدش ستاره. یه حالا ایتالیک 1 یه روش ایتالیک کردنه. یه روش دیگه برای ایتالیک هم بچه‌ها استفاده از آندرسکور هستش. یه آندرسکور هم که بدین اونو براتون ایتالیک دوباره چاپ میکنه. اوکی، پس این دو تا روش برای چاپ کردن دیتا این تیپی هستش. حالا بحث آرایه ها و اون چارت ها اینا هم هستش توی رایت کردن، سر موقع خودش به اونها میپردازیم. فعلا درگیر اونها میخوایم نشیم. خب ما حتی بچه‌ها میتونیم بیایم از رایت برای خروجی مثلا ارور هامون استفاده کنیم و موارد این تیپی. یعنی چی؟ من اینا رو فعلا کم چیز میکنم، کلا کامنت میکنم. خب یه ساختار ترای کچ من میخوام بذارم. یا ترای کن، بیا یه ریزالتی من دارم مصاحبه، یه چیزی که میگم خطا داره 10 تقسیم بر 0. این قطعا خطا. میگیم توی اکسپتش یه اکسپشن داریم as x و بعد اینجا میگیم که st.write کن هم x رو بهش میدیم. اگه سیو کنیم میبینید که خطا رو خیلی به صورت شیک اینجا به من نشون میده توی قالب خاص که کجا خطا گرفتم و رنگ قرمز هست و همه چیز میده و یه خطای کوچولو هم میده که کجا این خطا رو ما داشتیم. و حتی من مثلا بچه‌ها یه تیکه کد رو مثلا بهش بدم یا اینو یه بخش از کد رو برای من چاپ کن، یا حالا یه متد رو حتی به این بدیم. من یه دونه متد میخوام بیارم، حالا هم دارم چون نوشتن دیگه طولانیه، بذار بیارمش. من یه دونه متد میارم اینجا، یا این متد منه، بهش چیزم دادم دیسکریپشن، بذارین فعلا کامنت کنم، کاری باش نداره. میگم که st.write اسم خود متد رو بچه‌ها بهش میدم، متد کامپلکس. کالش نمی‌کنیم، خود متد رو فقط بهش میدیم. یه کامپلکس یه فانکشنه توی فایل مینتون هستش و اینم ورودی هاشه و داکیومنت اویلیبل نداره. اگه داکیومنت برای این اویلیبل داشته باشیم، داکیومنت هم اینجا می‌نویسه که آقا دقیقاً همون چیزی که تو اون بوده دیگه. حالا مثلا داک استرینگی که توی پایتون داریم هر کدوم به چه صورت هست و همین اتفاق برای کلاس ها میفته. من اگر یه دونه کلاس تعریف کنم، میام اینجا، یا من یه کلاس دارم، کلاس تعریف شد با داکیومنتیشن و دوباره میام st.write کن Albertus سیو. خب نمیام نگاه is not defined. مشکلمون چیه دوستان؟ اینو برای بیارم سیو. من اینجا دقیقا در مورد کلاس صحبت میکنه.
متغیرهای ورودی که دارم تایپش هم اینفر میکنه مقداری که دادیم. اینجا حالا تایپ استرینگ باید باشه، نمیدونم چرا اس گذاشته. آره اینجا اسکول خورده، فکر هر کدوم یه ستون هست و مقدارش هم اینجا نوشته و اون توضیحاتی هم که برای کلاسمون هست میتونید اینجا مشاهده کنید و به طرف نشون بدید. حالا بعدا میتونید تو قالب همون اکسپندبلی که جلسه گذشته نشونتون دادیم چاپ کنیم که یه توضیحی در تو مثلا این آبجکت داشته باشه طرف. خب اکسپندر هم بزنید همین الان بگیم، حالا بعدا یه بار مجدد در صحبت میکنیم. یه عبارت داریم میگیم آقا with st.expander یه تایتل میاد، کلاس definition، کلاس definition من هستش و ایشون هم میدیم جلو آندرسکور. خب اینجا چه کلاس definition گذاشته و میتونید شما اکسپندش کنید. تو کلاس definition من اینو دارم، میتونید اینجا کلاپسش کنید و در صورت نیاز به کاربر این رو نشون بدید. مورد بعدی یه سری متد هست دوباره برای هم بحث تایتل و هدر و ساب هدر و از اینجور صحبت ها، اونو بذارین بررسی کنیم. خب من اینا رو هم دوباره کامنت میکنم، فعلا اینا رو نمیخوایم. حالا امروز ما در رابطه با چیز میخوایم متد رایت صحبت کنیم خیلی زیاد. خب من میگم st.title، یه متد تایتل داریم که میگه آقا یه چیزی به من بده، من به صورت تایتل وار برام مینویسم. میگم آقا مثلا super simple title سیف، یه تایتل خیلی بزرگ حالت h1 برای من مینویسه. خب اگه هدر بخوایم به جز اون مارکاپی که داشتیم بچه‌ها میتونیم بگیم که st.header تابع هدر رو صدا بزنیم و میگیم که this is a header، هدر رو مینویسیم یکم کوچیک‌تر از اونه. بعد ساب هدر رو داریم this is sub header، از متد ساب هدر میتونیم استفاده کنیم، یه ساب هدر یکم کوچولوتر زیر اون مینویسه. یه دونه متد داریم نام مارک داون. خب اگه دقت کنید بچه‌ها من بولد رو گفتم، ایتالیک رو هم گفتم، ولی در رابطه با آندرسکور ببخشید در رابطه آندرلاین زدن چیز نگفتم. آندرلاین استریم ساپورت نمیکنه، ولی یه متد داریم به نام متد مارک داون. چی شد؟ استیلات مارک داون. خب این مارک داون در حقیقت بچه‌ها معادل همون رایت، ولی ما میتونیم توی این بیایم فرض کنید سری کارها بکنیم. مثلا من اینو زدم this is a sub header، یا دوباره بگیم اینجا this is a mark down. یه سری همون انوتیشن هایی که داشتیم برای کنترل کردن یا تغییر دادن توی متن اینجا داریم و میتونیم اینجا بیایم تگ های HTML بدیم. اگر که بلد باشین میتونیم اینجا تگ های HTML رو هم استفاده بکنیم، مثلا برای آندرلاین. خب توی مارک داون چند تا کار میخوایم بکنیم، بذار من اینا رو کامنت کنم، این یکی رو دوباره بیاریم. خب من توی مارک داون میتونم دوباره از هدینگ ها استفاده کنم، یا آقا من یه دونه هشتگ عادی بزنیم میگیم this is h1. این تگ h1 رو بچه‌ها برای من چیز میکنه، یه فاصله بدیم، شبیه سازی میکنه. اگه دو تا بذاریم تگ h2 رو من میده h2، و اگه سه تا بذاریم تگ h3 رو در اختیار من میذاره. پس به صورت ساختار میتونیم کنترل کنیم. خب توی مارک داون حالا دوباره من اینا رو کپی کنم مثل قبل. اگه بچه‌ها من دو تا ستاره بذارم بولد رو برای من میاره، دو تا ستاره ما و دو تا ستاره ما. برای هدینگ ها بچه‌ها فقط شروع کار هست و اسپیس بینشون یادتون نره، ولی برای بولد کردن و اینجور چیزا با حتما چسبیده باشه. خب این this is بولد منه. برای ایتالیک کردن هم گفتیم آندرسکور میتونیم استفاده کنیم. آندرسکور میشه ایتالیک یه تکست ایتالیک میده. حالا اگه سه تا ستاره با هم استفاده کنیم بچه‌ها بولد و ایتالیک با همه 1 2 3 سه تا ستاره ابتدا و سه تا ستاره مثل BI بولد ایتالیک. خب این هم بولد هم ایتالیک کرده برای من اینو. خب اینا چیزای عادی بود که تا الان هم داشتیم و خب میتونستیم استفاده بکنیم. حتی یه سری مارکاپ های جالب داریم. مثلا من میخوام یه سری آیتم ها رو نشون بدم. میگیم که st.markdown یه داش میذاریم، میگیم که آیتم 1، بعد میگیم که \n یعنی برو خط بعد دوباره یه داش میذاریم آیتم 2 و دوباره \n و خط بعد آیتم 3. اینجا این آیتم 1 2 3 به صورت بولت وار برای من تشکیل داد و همین کارو میتونیم بچه بیایم با نامبر انجام بدیم. یا میگیم که آقا 1 دات یا آیتمی به جای این دشه 2 دات و 3 دات.
حال خودشون حتی سرم کردن دیگه، ما میتونستیم ننویسیمش. پس آیتم اینجا میده، اسپیس های بینش خودش به صورت یه لیست اینو در نظر میگیره وقتی به این صورت بیایم این کار رو انجام بدیم. حالا اون آندرلاین ما همین اومدیم برای آندرلاین کردن دیگه. ما میتونیم اینجا بیا مارکاپ HTML رو بدیم، یعنی مارک داون. حالا نکته که داره تگ یو برای آندرلاین کردن بود توی HTML دیگه، اگه بلد باشین آندرلاین text /u و یه متد بعد بدیم اینجا. این الان به صورت تکست اون لحاظ کرده به نام یه پارامتر بعدی unsafe allow HTML یا allow HTML. اینو بعد بدیم true بچه‌ها. این HTML دست خود منه، من میخوام کار کنم. و تغییرات HTML هم با این مارک داون میتونید خیلی راحت برای کاربر فراهم بکنید. خب ادامه این دوستان بودیم که پریدیم، ما تا مارک داون رو گفتیم. بعد مارک داون یه دونه کپشن هم بچه‌ها داریم، st.caption. اینم یه دونه لیست، یه دونه تایتل خیلی کوچولو برای من مینویسه، اسمال تایتلی که وجود داره. یه تایتل کوچولو دیدین تو برخی کارتا زیر مثلا یک عکسش هست، یه تایتل کوچولو مثلا زده وحید رحمانی فر، زیرش مثلا دیولپر، همچین چیز. و یه نکته باحال و کول دیگه که داره، فرض کن من یه دونه میگم کد آندرلاین سامپل مصاحبه، میتونیم یه رشته چند خطی داشته باشیم اینجوری دیگه. و اینجا مثلا من یه کد نوشته باشم، بگم که def greet یا greetingمون یه نیم به من بده، بعد print hello و اون نیمه. خب اینو کارش ندارم، حالا ما اینو میتونیم کال کنیم توی دنیای پایتون، کار نداریم. st.code بعد میگم آقا کد سامپلر رو برای من بنویس، لنگویج چیه؟ میگم لنگویج من پایتون هستش. سیف. ببینید که یه باکس کد برای من آورد اینجا، دقیقاً اومده اینا رو متفاوت کرد، رنگ‌ها، اسم‌ها و متدهایی که وجود داره و میتونم کپی تو کلیپ بورد کنم، یه جای استفاده کنم. میتونید اگه به کسی خواستیم این رو بدیم و استفاده کنه. اکسپندر رو گفتیم. چیز دیگه هم داریم بچه‌ها، st.divider. دیوایدر هم چیز باحالیه، یه خط جدا کننده بین بخش‌ها برای من لحاظ میکنه. خب اینها بذار ببینیم چیز دیگه داریم یا نه توی رایت. خب تقریبا توی رایت اکثر موارد بررسی کردیم، فقط یه سری چیزای مربوط به چارت و اینجور چیزا هست که حالا دیتا فریم های مال پانداز و اینجور چیزا که اونها رو بعداً سر جای خودش میگیم. این کلیت مقدمات برای کار با استریملیت بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و جلسه بعد احتمالاً کار ادامه میدیم، در رابطه با ویجت ها صحبت میکنیم و لایف سایکل چرخه‌ای که استریملیت برای ما برمغان میاره، اونم خیلی چیز مهمی است و حتما اون رو با هم بررسی خواهیم کرد. خب تا جلسه دیگه من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.